به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیزم. جلسه نهم از درس شیمی عمومی 2 رو در خدمتتون هستیم. جلسه قبل در مورد بافرها صحبت کردیم. این سفرم کامل براتون توضیح دادیم، اما چون ادامه مبحثم در مورد بافرها بود، گفتم که یه خلاصه بگم خدمتتون، بعد برم سراغ حل مسئله هاش. بافرها جوری که عنوان کرده بودیم گفتیم از 2 جزء تشکیل میشن. اسید ضعیف یا باز ضعیف یکی از جزءها هست، نمک اون هم میشه جزء دیگه ای. و نکته ای که خوندیم این بود که زمانی که اسید ما و نمکشون هر دو ملاریته یکسانی داشتند، در اونجا دیگه غلظت اچ مثبت من برابر میشد با ثابت تعادل و دیگه نیازی نبود که بخوام حالا حل بکنم و فرمول ثابت تعادل بنویسم و غلظت اچ مثبت رو به دست بیارم. خب تا اینجا خوندیم، حالا بریم مسئله در این مورد حل کنیم. مثالی که در این مورد براتون حالا آوردم این هست که ثابت یونش استیک اسید 1/82 ضرب در 10 به توان منفی 5 می باشد. pH بافری را که دارای غلظت‌های 1 مولار از استیک اسید و سدیم استات است را به دست آورید. و اولا که خودش عنوان کرده بافر هست، pH بافر رو میخواد. بعد گفته غلظت‌های استیک اسید و سدیم استات هر دوش 1 مولاره. دقیقاً همون نکته‌ای که الان صفحه قبل توضیح دادم براتون. وقتی که اسیدمون و نمکش هر دو 1 مولاریته رو داشته باشن، دیگه نیازی به محاسبه ندارم. فوراً غلظت اچ مثبت من توی این بافر برابر است با ثابت تعادل این بافر. درسته؟ ثابت تعادل اسیدمون. خب الان خودش ثابت یونش رو داده 1/82 ضرب در 10 به توان منفی 5. پس غلظت اچ مثبت من همین ثابت تعادلی که بهم داده میشه. درسته؟ خب اما مسئله از من pH خواسته. پس من اچ مثبت رو خیلی راحت با توجه به نکته‌ای که گفته بودم توی حالا صفحه قبل به دست آوردم. الان میخوام از طریق اون pH رو به دست بیارم. خب فرمول pH رو می‌نویسم. pH برابر است با منفی لوگ اچ مثبت. خب غلظت اچ مثبت رو سر جاش میذارم. حالا میام تفکیک انجام میدم. حالا من هر بار این رو توضیح میدم و یا تکرار میکنم که حالا اگه کسی حالا مشکلی هم داشته باشه توی قسمت H به pH یا pH به H دیگه مشکلش رفع بشه انشالله. خب من میام اینا رو تفکیک میکنم، منفی رم درشون اثر میدم. پس میشه منفی لوگ 1/82 منهای لوگ 10 به توان منفی 5. درسته؟ خب لوگ 82 رو میزنید توی ماشین حساب، لوگ 1/82 رو میزنید توی ماشین حساب، جوابش در میاد 26 صدم. منفیش یادمون نمیره، پس میشه منفی 26 صدم منهای، خب گفتیم لوگ 10 به توان یه عددی میشه چی؟ همون عدد. پس لوگ 10 به توان منفی 5 میشه منفی 5. پس منفی 5 هم می‌نویسم. چون یه منفی قبلش بود، منفی در منفی میشه مثبت. حالا منفی 26 صدم به اضافه 5 هم میشه 4/74. پس pH مون در اومد چی؟ 4/74 صدم. خب این چیه؟ این pH بافر ماست زمانی که دو تا حالا ماده‌مون یه مولاریته داره. حالا مولاریتش هر چی باشه، حالا اینجا که 1 مولار هست، pH بافر ما شد 4/74. درسته؟ خب من الان تو قسمت بعد میخوام به همین بافر که pHش این مقدار هست بیام و یه مقداری HCl اضافه کنم یا اسید قوی اضافه کنم، یه مقدار خیلی کم اضافه کنم، ببینم pH این تغییری میکنه یا تغییری نمیکنه. خب شما با من همراه باشین که ببینیم واقعا این خاصیت بافر رو داره. چون ما گفتیم خاصیت بافر اینه که زمانی که بافر وجود داشته باشه، ما یه مقدار کم از اسید یا باز بهش اضافه کنیم، این تغییر خاصی توی pHش رخ نمیده. درسته؟ خب ببینیم این هم ثابت میشه یا نه. خب مثال بعدی نوشتم با توجه به مثال قبل pH این محلول را، یعنی همون محلول قبلی رو، پس از افزودن 1 صدم مول HCl به 1 لیتر بافر معین کنید.
درسته؟ پس میگم pH رو چه زمانی مشخص کنید؟ زمانی که همون محلوله باشه، یعنی همون 1 مولار از این 1 مولار از این وجود داشته باشه. اما خب من چیکار کنم؟ 1/100 مول HCl هم بهش اضافه کنم. خب اول حواسم باشه، گفتم 1/100 مول من باید به مولار تبدیل کنم، درسته؟ چون توی 1 لیتر گفته، من دیگه فرمولش ننوشتم براش. دیگه میدونید که مولاریته میشه مول به روی لیتر. حالا چون 1 لیتر دیگه این 1/100 مول میشه همون 1/100 مولار، درسته؟ اگه توی 2 لیتر بود این مقدار تقسیم بر 2 میشد یا هر مقدار دیگه. پس چون گفته توی 1 لیتر دیگه همون مقدار مول میشه مقدار مولار ما، درسته؟ خب پس اینو اوکی کرده باشم که مشکلی از این بابت نداشته باشم. خب میخواد چی اضافه کنه؟ HCl. HCl هم یک الکترولیت قوی هست، تبدیل میشه به H مثبت و Cl منفی. خب الان که 1/100 مولار از HCl دارم، 1/100 مولار H مثبت و 1/100 مولار Cl منفی برام تولید میشه، درسته؟ خب پس من ببینم الان این چه اتفاقی برای اون بافر من میفته. خب نگاه کنید، تعادل استیک اسید من داشتم، درسته؟ CH3COOH میدهد H مثبت به اضافه CH3COOH منفی. این یعنی تعادل من استیک اسیدی که توی بافرم هست رو نوشتم. خب ما توی بافرمون 1 مولار از اسید داشتیم، 1 مولار هم از نمک داشتیم. خب وقتی من 1 مولار از نمک داشتم یعنی این آنیون من 1 مولاره. خب زیرشون نوشتم 1 مولار. خب الان اومدم 1/100 H مثبت اضافه کردم. خب ببین H مثبت با این داره یون مشترک ایجاد میکنه، درسته؟ خب یون مشترک ایجاد میشه، باید یه اتفاقی توی این تعادل من بیفته. چه اتفاقی میفته؟ خب H مثبت الان اینجا یون مشترکه، وقتی که بهش اضافهش میکنم غلظت H مثبت میره بالا. وقتی غلظت H مثبت زیاد میشه، طبق اصل لو شاتلیه واکنش به سمتی میره که اینو مصرف کنه، این غلظت رو مصرف کنه. چطور مصرف میشه؟ زمانی که واکنش به سمت برگشت حرکت کنه، این H مثبت غلظتش چی میشه؟ مصرف میشه. پس یه بار دیگه میگم، شما میخواید به این بافری که داشتید، درسته، یه HCl یه مقدار HCl اضافه کردید و اون موقع میخواید حالا ببینید pH چند میشه. خب شما HCl رو مینویسید تبدیل میشه به کدوم یونها؟ خود اسیدی هم که دارید توی بافر اون رو هم مینویسید، درسته؟ خب شما الان مولاریته آنیون رو دارید، مولاریته اسید هم دارید، چون طبق بافر خودش توضیح داده بود، گفته بود هم اسیدم هم سدیم استات هم 1 مولاره. خب منم جاش گذاشتم. اما الان ببینم این HCl چه تأثیری روی این تعادل میذاره. گفتم H مثبتش با این میاد و یون مشترک ایجاد میکنه و این یون مشترک باعث میشه غلظت H مثبت بره بالا. غلظت H مثبت که زیاد میشه، طبق اصل لو شاتلیه باید مصرف بشه، پس برمیگرده. حالا که برمیگرده ببینیم چه اتفاقی میفته. خب چقدر داشتم؟ 1/100 مولار. این 1/100 خودش تنها که بر نمیگرده، باید 1/100 هم از این بگیره و برگرده، درسته؟ چون این به اضافه این میتونه برگرده. پس این 1/100 خودش برمیگرده، 1/100 هم از این میگیره. پس این 1 مولار منهای 1/100 مولار میشه 99 صدم، 1/100 ازش میگیره. پس 1/100 از این ما 1/100 از این 1/100 به این eضافه میکنه. این 1 مولار بوده میشه 1/100 مولار، درسته؟ پس چون داره برمیگرده، خودش که 1/100 بیشتر نداشت، درست؟ حالا مثلا اگه خودش 2/100 داشت، 2/100 میتونست استفاده کنه. پس 2/100 از این 2/100 هم از این بر میداشت، به این 2/100 اضافه میشد، درسته؟ چون ما یه مقدار خیلی کمی H مثبت داریم اضافه میکنیم، در صورتی که از این دو تا مقدار خیلی زیاد داریم توی بافرمون. پس شما بستگی داره که این چه مقدار H مثبت اضافه شده، باید این کار رو انجام بدید، این برگشت رو انجام بدید. الان اینجا 1/100 دارم. خب 1/100 هم از این میگیره که این میشه 99 صدم. پس از افزودن H مثبت این میشه 99 صدم. این دوتا با هم دیگه 1/100 به این اضافه میکنم، پس این میشه 1/100 مولار. خب این شد داده های جدید من زمانی که HCl اضافه میشه، درسته؟ پس داده های من دیگه داده های بالایی نیستن برای به دست آوردن pH. داده های من الان این هستن. چرا؟ چون این HCl'i که من گذاشتم توی محلولم اثر گذاشت توی محلولم، باعث شد محلول من یه مقدار برگرده. چه مقدار برگرده دیگه بستگی داره که من چقدر H مثبت اضافه کردم. خب حالا برگشت و این میشه قسمت های جدید من. خب این که دیگه با هم برابر نیستن که من بگم غلظت توی الان
بافرم اگه اینا برابر بودن میگفتم غلظت اچ مثبت من برابر با کای ایم هست. الان که با هم دیگه برابر نیستن، پس باید محاسبش کنم. درسته؟ خب کای ای میشه غلظت اچ مثبت در این آنیونه تقسیم بر اسیده. خب کای ایم هم که داخل همون مثال قبلی گفتم 1.82 ضرب در 10 به توان منفی 5 برابر است با غلظت اچ مثبت رو الان ندارم، آنیونه شده 99 صدم، اسیده هم شده 1.1 صدم. اچ مثبت هم به دست میاد این، حالا شما به دستش بیاری میشه 1.85 ضرب در 10 به توان منفی 5. این میشه غلظت اچ مثبت من. خب من پی اچش رو میخوام دیگه، دوباره میام طبق فرمول پی اچش رو به دست میارم. پی اچش میشه منفی لوگ اچ مثبت که اچ مثبت رو جاش میذارم، منفی لوگ 1.85 منهای لوگ 10 به توان منفی 5. لوگ 1.85 میشه 267 هزارم، منفیش یادم نمیره، منفی 267 هزارم منهای 5. درسته؟ پس اینجا هم که منفی در منفی میشه مثبت، جوابم میشه 4.733. خب قبلی رو نگاه کنیم، 4.74 بود، الان شده 4.733. یعنی این 4 بوده شده 33. درسته؟ یعنی تفاوت خیلی خیلی کمی در حد صدم ایجاد شده. پس با وجودی که من به محلول بافر 1/100 مول HCl زدم، بسیار بسیار کم pH هم تغییر کرد. در صورتی که من اگه همین HCl در این دقیقا همون 1/100 مول HCl رو به یه لیتر آب اضافه میکردم، آب خالص که بافر نباشه، آب خالص اضافه میکردم، pHش رو خیلی تغییر میداد. الان من مطلبش رو نوشتم براتون به عنوان نکته. افزودن 1/100 مول HCl به 1 لیتر محلول بافر باعث تغییر بسیار اندکی در محلول بافر شد، در صورتی که اگر همین مقدار HCl به 1 لیتر آب خالص اضافه میشد، pH آن را از 7 به 2 تغییر میداد. درسته؟ پس شما نگید الان مقداری که من اضافه کردم 1/100 مول حتما خیلی کم بوده که تأثیری نذاشته. شما اگه همین 1/100 مول رو بیاین به آب خالص اضافه کنید، pHش رو از 7 میاره به 2، یعنی این همه pHش رو تغییر میده. در صورتی که ما زمانی که بافر داشتیم، این HCl باعث شد یه مقدار تعادلمون جابجا بشه و این جابجایی تعادل فقط باعث شد که در حد صدم pH مون تغییر کنه. درسته؟ پس به این میگن محلول بافر. درسته؟ حالا من یه صفحه قبلش برگردم، نگاه کنید. حالا دلیل این که محلول بافر اینجوریه چون هم از اسیدش و هم از آنیونش همزمان توشه. درسته؟ مقدارشون هم زیاده. شما هر مقدار کمی هم که اچ مثبت اضافه کنید زیاد نمیتونه اینا رو تغییر بده، در حد صدم میتونه اینا رو تغییر بده و چون تغییرات اینا نسبت به مقدار اولیه‌ای که وجود داشته خیلی کمه، بنابراین کلا زیاد pH مون تغییری نمیکنه. یعنی دلیلش این هست که بافرها معمولا موفق هستن توی این مقدار که بتونن تنظیم pH کنن. خب ما نه فقط توی خون، بلکه خیلی موارد وجود داره که ما میخوایم pH مون ثابت باشه و تغییر نکنه. تو خیلی از وسایل آزمایشگاهی یا مراحلی که توی آزمایشگاه انجام میدیم ما به بافر تثبیت کردن pH بافر حالا نیاز داریم. بنابراین pH روی خیلی چیزا اثر میذاره و ما با استفاده از این بافر راحت میتونیم pH مون رو توی آزمایش‌ها تنظیم کنیم. خب حالا بافرهایی نیز میتوان تهیه کرد که در آنها نسبت غلظت الکترولیت ضعیف به غلظت اسید 1:1 نباشد. ما تا داشتیم بحث میکردیم میگفتیم که غلظت اسیدمون اگه برابر با غلظت الکترولیتمون باشه، خب کا برابر است با اچ مثبت و حالا بقیه موارد انجام میدادیم. حالا میگه بافرهایی هم وجود دارن که توی اونها غلظت الکترولیتمون با غلظت اسیدمون 1:1 نیست، یعنی با هم برابر نیستن، یکیشون بیشتره یکیشون کمتره. خب میگه اینجا چیکار کنیم؟ در این حالت از فرمول زیر میتونیم برای بافرها استفاده کنیم. فرمولش چیه؟ پی H برابر است با پی کای A به اضافه لوگ آی منفی، یعنی غلظت آنیونمون به غلظت اسیدمون. درسته؟ این غلظت آنیونمون همون غلظت الکترولیتمونه به همون چی؟ غلظت اسیدمون. درسته؟ خب یکی یکی معرفی کنیم. pH رو که میدونید چیه؟ pH این بافر منظورش هست. خب پی کای آ، کای آ که میدونید ثابت یونش هست.
حالا پی کای آ مثل پی اچ هست که ما میگیم پی اچ برابر است با منفی لوگ اچ مثبت، اینم پی کا برابر است با منفی لوگ کا. درسته؟ یعنی دقیقاً پی کا اینجوری به دست میاد، مثل پی اچ به دست میاد. پس اگه به شما مثلا کا رو دادن، خواستید پی کا رو به دست بیارید، مثل دقیقاً پی اچ عمل کنید. بگید کا رو داریم، پی کا میشه منفی لوگ کا و همینطور دقیقاً همون روشی که پی اچ رو به دست می آوردید این رو هم به دست میارید. خب این دو تا غلظت هم که باید داشته باشید که جاش بذارید که بخواید پی اچ رو به دست بیارید. حالا مثالی که در این مورد براتون زدم رو دقت بفرمایید. برای تهیه بافر سیانیک اسید سیانات با pH 3.5 چه غلظت‌هایی از این مواد باید به کار برد؟ pH رو خودش داده، اسم بافر رو هم بهتون داده، پی کای آ رو هم داده 3.92. خب حالا میگه برای که ما این بافر رو با pH 3.5 پیدا کنیم چه غلظت‌هایی از این مواد، چه غلظتی باید اسید بریزم و چه غلظتی باید اون الکترولیت یا اون نمکه رو بریزم، چون گفتیم 1 به 1 نیست دیگه. خب میگه حالا چه غلظتی بریزم؟ من pH رو 3 میخوام، 3.5 میخوام، من میخوام pH هم 3.5 باشه. با این دوتا مواد میخوام انجام بدم که پی کای آش هم بهتون داده 3.92. به من بگی چه مقدار از این بریزم، چه مقدار از این بریزم. خب ما جایگذاری میکنیم. pH برابر است با پی کای آ به اضافه لوگ آی منفی بر روی اچ آ. خب جای pH میذارم 3.5 برابر است با پی کای آی من 3.92 هست به اضافه لوگ خب OCN منفی به روی HOCN. خب اگه من تو امتحان آوردم و بلد نبودید حالا سیانیک اسید فرمول حالا عمومیش چی میشه و سیانات چی میشه، برای من همون آی منفی HA رو بنویسید کافیه، مشکلی از این بابت ندارم. فقط میخوام مسئله رو متوجه بشید و بتونید حل کنید. خب اینو میبرم اون سمت، درسته؟ میشه لوگ این دوتا به هم دیگه برابر است با منفی 42 صدم. درسته؟ خب الان که میخوام لوگ از بین ببرم، این ور تساوی میشه 10 به توان این عدد. پس این کسر برابر است با 10 به توان منفی 42 صدم. منفی 42 صدم من قبول ندارم، باید بیام یه عدد منفی نزدیک بهش پیدا کنم که عدد صحیحی باشه که با یه عدد مثبت اعشاری جمع بشن. به این صورت 10 به توان منفی 42 صدم رو می نویسم 10 به توان منفی 1 ضرب در 10 به توان 58 صدم. حالا اگه منفی 1 و 58 صدم رو با هم جمع جبری کنید همون منفی 42 صدم به دست میاد. درسته؟ خب حالا اینو میتونم از تو ماشین حساب به دست بیارم. 10 به توان 58 صدم میشه 3.8. خب جوابش میشه 3.8 ضرب در 10 به توان منفی 1. اگه دوست داشتم جمع و جورشم کنم میشه چی؟ 38 صدم. خب پس این کسره میشه 38 صدم. خب الان من چی اضافه کنم؟ چون از من خواسته که چه غلظتی از این دوتا استفاده کنم. خب خیلی ساده است، من کسرش رو بهتون دادم. شما یه مولار از این بردار، درسته؟ خب وقتی یه مولار از این برداشتی محاسبه کن چقدر باید از این برداری، چون کسرش رو داری دیگه. مثلا 2 مولار از این بردار، دوباره بخوای اینو به دست بیاری کسرشو داری، طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول میتونی راحت به دست بیاری. پس من کسرشو که بهتون دادم یعنی به دست آوردم، انگار مسئله رو کامل حل کردم. چرا؟ چون که هر کدومشو مثلا اسید رو اگه من 2 مولار برداشتم اون رو راحت میتونم با استفاده از این کسر به دست بیارم که چقدر بردارم که با استفاده از این بافر pH من بشه 3.5. درسته؟ پس اینم مثالی بود برای مواردی که من بافرهایی دارم که غلظت اون الکترولیتم یا نمکم با اسیدم با هم برابر نیستن. میتونم از این فرمول برای حالا پیدا کردن هر کدوم از اینا مجهول باشه فرقی نمیکنه استفاده کنم. قسمت بافرهامون هم تموم شد. یه باید این سراغ یه مبحث دیگه ای که رقما به هم دیگه ربط دارن و اون چی از یون هایی که به عنوان اسید و باز عمل میکنن. ما تا حالا هر چی خوندیم از اسید و بازها بیشتر ضعیفا رو که البته مد نظر داشتیم که بدون ثابت تعادل داشته باشه، اما خب اسید و باز بودن. اما الان میخوایم در مورد یون هایی صحبت کنیم که خود اون یون ها توی آب که حل میشن اسید یا باز. در مورد اونها میخوایم صحبت کنیم. خب برخی از یون‌های حاصل از نمک‌های خنثی معلولای اسیدی یا بازی تشکیل می‌دهند. خب
نکته اول این که آنیون های مشتق شده از اسیدهای ضعیف، نگاه کنید اسید ضعیف مثلا استیک اسید، زمانی که تفکیک میشه H مثبت به اضافه CH3 COO منفی، به این میگن آنیون مشتق شده از اسید ضعیف، یعنی از اسید ضعیف به دست اومده. خب آنیون های مشتق شده از اسیدهای ضعیف محلول های بازی تشکیل میدن. میگه خود این آنیون رو من جدا کنم، بیام جدا اون رو با H2O یا همون آب مخلوط کنم، چه اتفاقی میفته؟ یه H میگیره، OH منفی توی محیط آزاد میکنه. بنابراین آنیون های مشتق شده از اسیدهای ضعیف محلول های بازی تشکیل میدهند. درسته؟ پس تفاوت این مبحثی که الان میخوایم براتون بگیم نسبت به مباحث قبلی، اون که ما تو مباحث قبلی در مورد اسید و بازهای ضعیف عمل میکردیم، کار رو میذاشتیم و عدد به دست میآوردیم. اما اینجا میگه درست اسید ضعیفه هست، اما من اون آنیونی که داره رو میخوام استفاده کنم و میدونم اون آنیونی که وجود داره از اسید ضعیف به وجود میاد، حتما تو آب چی تولید میکنه؟ باز تولید میکنه. پس این جمله حفظتون باشه، آنیون های مشتق شده از اسیدهای ضعیف محلول های بازی تشکیل میدن. اینجا نوشتن اسید ضعیف، اینجا نوشتن آنیون های مشتق شده از اسید ضعیفتون. خب حالا اومدم برای بالای اسید دیگه، اسید ضعیفه، کای A نوشتم، درسته؟ چون H مثبت تولید میکنه باید کای اسید براش بنویسم. خب کای اسید هم بلدید بنویسید، توی صورت میشه غلظت H مثبت در غلظت آنیون تقسیم بر غلظت اسید. خب برای این باید کای B بنویسم، چرا؟ چون باز ایجاد کرده تو محیط. خب کای بیش هم میشه دوباره غلظت OH منفی در غلظت این اسیده، یعنی کلا اونایی که تو فراورده هستن، تقسیم بر غلظت چی؟ این آنیونه که تو واکنش دهنده است. H2O هم که میدونید توی ثابت تعادل نمی نویسم، چرا؟ چون که اگه من توی ثابت تعادل بنویسم غلظتش ثابته و تغییری نمیکنه، بنابراین هیچ وقت توی ثابت تعادل نوشته نمیشه. خب حالا بیام کای اسید و کای باز رو در هم ضرب کنم، ببینم چه اتفاقی میفته. دقیقاً این گذاشتم اینجا، اینم گذاشتم اینجا. نگاه کنید، این اسیده با این اسیده میره، این بازم با این بازه میره. تنها چیزی که میمونه کای اسید در کای باز میشه H مثبت در OH منفی که همون کای W هست. اگه یادتون باشه کای آب یادتون هست، میگفتم غلظت H مثبت در غلظت OH منفی برابر است با 10 به توان منفی 14. درسته؟ خب توی این یون هایی هم که به عنوان اسید و باز عمل میکنن، کای A در کای B یعنی کای اون اسیدی که این آنیون ازش به وجود میاد، کای اسیدش با خود کای باز اون آنیونه که با آب واکنش میده، اگه در هم ضربشون کنیم میشه H مثبت در OH منفی برابر است با 10 به توان منفی 14. یعنی راحت میتونم جوابش رو به دست بیارم، یعنی کای A در کای B میشه 10 به توان منفی 14. پس من اگه کای A رو بهم داد، راحت کای B رو میتونم به دست بیارم. اگه کای B رو داد، راحت میتونم کای A رو به دست بیارم. چرا؟ چون کای A در کای B میشه 10 به توان منفی 14 و اگه یکیشو بده راحت اون یکی به دست میاد. این خیلی به دردتون میخوره. حالا توی مسائلی که حل کردم بهتون میگم که کجاها میتونید از این موردی که گفتیم استفاده کنید. یه مثال براتون زدم در مورد آبکافت یون استات، کای B را محاسبه کنید. خب ببینید در مورد یون استات گفته دیگه، درسته؟ خب کای A رو داده، کای A یا کای همون استیک اسید رو داده 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 5. خب وقتی کای A رو داره، من کای B رو میتونم به دست بیارم. چرا؟ چون کای A در کای B میشه کای W یا همون 10 به توان منفی 14. پس کای B برابر است با طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. کای W همون 10 به توان منفی 14. کای A یا کای اسیدم که خودش داده بود 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 5. درسته؟ که گفتیم زمانی که میخواید این تقسیم انجام بدید، فرض کنید که اینجا یه عدد 1 داریم، 1 تقسیم بر 1.8 میشه 56 صدم. حالا این دوتا عبارت توانی رو میتونید با هم دیگه جمع جبری کنید. 10 به توان منفی 5 میره بالا، میشه 10 به توان مثبت 5. جمع جبری با هم بکنیم میشه 10 به توان منفی 9. حالا برای که بهتر نوشته بشه میگه 5/6 ضرب در 10 به توان منفی 10. خب این شد چی؟ کای باز ما. پس همونی که توی صفحه قبل گفتم،
اگه ما کای اسید رو داشته باشیم راحت میتونیم کای باز رو به دست بیاریم یا برعکسش میتونیم عمل کنیم. بستگی داره که مسئله از من چی بخواد و من باید کدوم رو داشته باشم که بتونم به عنوان کا استفاده کنم. این مسئله خیلی مهمه. من تو امتحان حالا این هم دارم توضیح میدم، اما تو امتحان زمانی که مثلا میخوام از دانشجو، حالا الان سوال حل میکنیم متوجه میشید، سوال که حل میکنیم اصلا توجهی نمیکنن که این من کای باز دادم یا کای اسید دادم، هر کدوم از کار دادم میذارن تو فرمول، در صورتی که شما باید ببینید ترکیبی که شما دارید اگه OH منفی آزاد کرد پس به کای باز نیاز داره که بذارید تو فرمول، اگه H مثبت آزاد کرد پس نیاز داره به کای اسید که بذارید تو فرمول. پس خیلی دقت کنید اون کایی که من به شما میدم، چون من اینو به شما گفتم که کای اسید و کای باز به هم تبدیل میشن. حالا نه الان من اینو به شما گفتم حتما فکر کنید عکسشو میدم، چون آخه یه بارم اینجوری گفتم توی کلاس، گفتم بچه حواستون باشه، بعد حالا هر سوالی میدادم اینا تبدیل میکردن، اصلا بازم نگاه نمیکردن که این OH منفی یا H مثبته، چون من این مورد دوباره تذکر داده بودم میگفتن خب حتما اون چیزی که به ما داده باید تغییرش بدیم. پس لطفا شما دیگه اینجوری نباشید، حتما نگاه به واکنشتون بکنید. اگه واکنشتون OH منفی آزاد کرد شما کای باز نیاز دارید که تو فرمول بذارید، اگه H مثبت آزاد کرد شما کای اسید نیاز دارید. خب بستگی داره به سوالتون که کدوم رو بهتون داده باشه. خب یه نمونه سوال حل کنیم. pH محلول 1/10 مولار CH3COO منفی NA مثبت را مشخص کنید. کای باز رو هم بهتون داده. خب اینجا دقت کنید، یه لحظه من این قسمت رو قبل از که اونو حل کنم این نکته رو یادتون هست نگاه کنید، این نکته رو من جلسه آینده بهتون میگم، میخوام حالا چون میخواید حالا بنویسیدش. نگاه ما اینو فقط بررسی کردیم، آنیون های مشتق شده از اسیدهای ضعیف معلول های بازی تشکیل میدن، درسته؟ این که کاتیون های مشتق شده از بازهای ضعیف معلول اسیدی تشکیل میدن اینو میذارم برای جلسه آینده توضیحش میدم، درسته؟ پس الان فقط و فقط مسائل هایی که میخوایم حل کنیم رو مورد بالایی تمرکز میکنن، چون یادم رفت اینو اینجا بهتون بگم، برگشتم چون برام مهم بود که اینو میدونید برای جلسه ان شاءالله آینده است. پس میخوام آنیون رو بهتون بگم و مسئله حل کنم براتون. pH محلول 1/10 مولار CH3COO منفی NA مثبت رو معین کنید، کای باز رو هم داده. خب نگاه کنید یه نمک بهتون داده. خب پس این همون موردی که ما گفتیم pH رو همیشه از اسید از ما نمیخواد، درسته؟ بلکه بعض وقتا میان از یه آنیون یه اسید از ما pH رو درخواست میکنن. نگاه کنید یه نمک به شما دادن CH3COO منفی NA مثبت، NA مثبت که با H2O واکنش نمیده، درسته؟ NA مثبت چون از یه باز قوی میاد این واکنش اصلا نمیده با ترکیب شما، هم به صورت NA مثبت میمونه. اما نگاه کنید CH3COO منفی همون باز مشتق شده، همون باز مشتق شده یا آنیون مشتق شده از اسید ضعیفه. اینجا رو خیلی دقت کنید. پس من اگه به شما گفتم ترکیب CH3COO منفی NA مثبت pH رو به دست بیاری، شما باید بدونید منظور من چیه. NA مثبت تو واکنش شرکت نمیکنه، فقط این آنیون مشتق شده از اسید ضعیفش هست که توی واکنش شرکت میکنه. پس من نوشتم NA مثبت با H2O واکنش نمیده اما این آنیون واکنش میده. خب چه واکنشی میده؟ ما گفتیم اینو حفظ کنید این جمله رو، آنیون های مشتق شده از اسیدهای ضعیف محیط رو بازی میکنن، درسته؟ محیط رو بازی میکنن یعنی OH منفی ایجاد میکنن. خب اگه شما این جمله حفظتون باشه دیگه زمانی که من اینو به شما میگم تو نوشتن این واکنش مشکل ندارید. من زمانی که اینو توی امتحان به عنوان مثال به بچه‌ها میارم هنوز نمیدونن واکنش چی بنویسن، درسته؟ شما وقتی بدونید این واکنش نمیده فقط اینه به اضافه آبه، خب اولا ضعیفه دیگه، باید رفت و برگشتی بکشید. بعد ما جمله رو حفظ کردیم، گفتیم آنیون های مشتق شده از اسیدهای ضعیف چی تولید میکنن؟ محیط رو بازی میکنن. خب چطور محیط رو بازی میکنن؟ این H2O دیگه یه H میگیره خودش میشه اسید، این اسید ضعیفه کاری بهش ندارن. چی از H2O میمونه؟ OH منفی. پس چون توی محیط من OH منفی ایجاد میشه محیط میشه بازی دیگه. پس شما اگه من اینو دادم باید بلد باشید واکنشش رو بنویسید. اگه واکنشش رو ننویسید دیگه بقیه رو نمیتونید حل کنید، درسته؟ چون اصلا نمیدونید اینجا H مثبته که بخواید pH رو به دست بیارید، نمیدونید اینجا OH منفی که بخواید pH رو به دست بیارید. پس لطفاً دوباره تاکید میکنم تو این قسمت ها دقیق و دقیق بخونید که دیگه مشکلی نداشته باشید. خب
حالا برگردیم دوباره به مسئله. گفته pH رو میخواد دیگه. حالا گفته 1/10 مولار، یعنی این ترکیب من 1/10 مولاره. میگه غلظت OH منفیش چنده. خب کای باز داده، درسته یا نه؟ آره درسته، خودش کای باز رو داده. منم چون OH منفی تو محیطم دارم، کای باز برام درسته. اگه کای اسید داده بود، باید به وسیله این روش تبدیلش میکردم به کای باز رو استفاده میکردم. اما اینجا چون خودش OH منفی ایجاد کرده، خودش هم کای باز داده، پس من مشکلی ندارم. خب برای حل کردن دوباره همون حالت میشه، چون من باید بنویسم 1/10 منهای x دیگه. اینم x میده، اینم x میده. پس من فرض میکنم که x مقدار کوچکی است و از آن در مقابل 1/10 صرف نظر میکنم و میام واکنشمو حل میکنم، ببینم x هم چند میشه. خب کای باز میشه، حالا طبق قبلی میشه اسیدم ضرب در OH منفی ضرب در تقسیم بر CH3 COO منفی آنیونم. جای کای بازم عددی که داده میذارم. این دوتا هم که هر دو x بودن، پس میشه x به توان 2 تقسیم بر 1/10 که مال حالا ماده اولیه بوده. x2 به دست میاد 56 صدم ضرب در 10 به توان منفی 10. اینجا این منفی 10 هست، اشتباه نکنیم. خب x هم به دست میاد 7.5 ضرب در 10 به توان منفی 6. کجا اینو عذرخواهی میکنم، این خط رو بعد از این خط بنویسید، چون نمیخوام دیگه حالا فیلمو قطع کنم، 30 دقیقه از فیلم رفته. اینا رو من ویرایش میکنم براتون، اسکن میکنم، به خاطر این بعضی وقتا حالا اشتباه میاد. نگاه کنید x2 میشه این مقدار، من باید x رو به دست بیارم، x میشه جذر این مقدار، درسته؟ پس جوابش در میاد 7.5 ضرب در 10 به توان منفی 6. بعد تستش رو بیارید لطفاً. تستش اینه. حالا xی که به دست اومده میخوام ببینم درسته یا نه. x هم باید کوچیکتر از 5% ماده اولیه باشه. 5% 1/10 میشه 5000. خب xی که من به دست آوردم میشه 7.5 ضرب در 10 به توان منفی 6. خب مشخصه که از 5000 کوچیکتره. پس xی که به دست آوردم اوکی هست. پس لطف کنید شما این خط رو دقیقاً با این خط جابجا کنید که اول x تون به دست بیاد، بعد تستش باشه. من عذرخواهی میکنم، اینو من چند بار ویرایش میکنم، اینجوری بعض وقتا میشه. خب حالا xی که به دست اومد، x تون چیه؟ غلظت OH منفیه دیگه، درسته؟ x شما غلظت OH منفیه اینجا، درسته؟ خب اما از شما pH خواسته. خب غلظت OH منفی در اومد 7.5 ضرب در 10 به توان منفی 6. تو تستم جواب درست در اومد. اما من که میخوام pH به دست بیارم، باید از این OH منفی تازه H مثبتش رو به دست بیارم. خب فرمول داشتم دیگه، H مثبت در OH منفی میشه 10 به توان منفی 14. H مثبت رو ندارم، OH هم که اینو به دست آوردم میذارم جاش، برابر است با 10 به توان منفی 14. غلظت H مثبت هم میشه تعریف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول که جوابش در میاد 1/3 ضرب در 10 به توان منفی 9. تازه چیکار کردم؟ تازه غلظت H مثبت رو به دست آوردم. بعدش باید pH رو به دست بیارم، درسته؟ ببینید سوالا سخت نیست، روند داره. شما برای این قسمت همینی که متوجه بشید من این مسئله رو که به شما دادم، این فرمول رو بنویسید، در این واکنش رو براش بنویسید، این x اینم x این 1/10 و بیایید حلش کنید. کای باز اسید رو اشتباه نکنید، درست بذارید. به نظر من بقیه‌اش دیگه موردی نداره، چون بقیه‌اش خیلی انجام دادیم. راحت OH منفی به دست اومد، از OH منفی H مثبت رو به دست میارم و از اون میام pH رو به دست میارم. فرمول pH رو می‌نویسم، منفی لوگ H مثبت، عددمو توش میذارم. خب جا به جا میکنم، منفی لوگ 1/3 منهای لوگ 10 به توان منفی 9. لوگ 1/3 میشه 1/10، پس میشه منفیش یادم نمیره، منفی 1/10 منهای 9 میشه 8.9. پس pH من در میاد 8.9. پس سوالی که به من داد یه نمک داد، گفت pH رو به دست بیارید. من باید تشخیص بدم این نمک چیه. اگه الان که دیدم آنیون یه اسید ضعیفه، واکنشش رو انجام دادم و هر چی مرحله از من خواسته بود رو به دست آوردم. خب این مسئله ای که ممکنه از این سوالا بیاد. خب ما حالا کدوما رو بررسی کردیم؟ این مورد اول رو بررسی کردم که آنیون های مشتق شده از اسیدهای ضعیف میتونن معلول بازی تشکیل بدن. جلسه آینده ان شاءالله چی رو آماده میکنم؟
کاتیون رو میگم که از بازهای ضعیف تشکیل میده و اون محلول اسیدی ایجاد میکنه و دقیقاً شبیه به این انجام میشه، اما خب یه ذره تفاوت داره که اونم کامل مسئله‌شو رو براتون توضیح میدم. خب فقط یه نکته اینجا مونده، من اون یه نکته رو بگم که انشالله دیگه این جلسه به پایان برسه. نکته اینه که میگه هرچه کای اسید در یک اسید کوچیک‌تر باشد، آنیون آن با آب باز قوی تری ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من مثلا 2 تا اسید ضعیف رو به کار بردم، کای اسید این میشه 10⁻⁵ کای اسید این میشه 10⁻⁻10. حالا کار به این ثابتاشون نداره. خب کدوم کوچیک‌تره؟ این ثابت اسیدش کوچیک‌تره، نه اسیدش ضعیف‌تره. خب میگه اونی که اسیدش ضعیف‌تره بازی که ایجاد میکنه قوی تر هست. درسته؟ پس حواستون باشه زمانی که کای A اسیدی کمه، کای B همون اسید چی میشه؟ مقدارش زیادتر میشه یا عکس این پیش میاد. پس در 2 مورد فوق HCN اسید ضعیفتری است چون کای A کوچکتری دارد. درسته؟ پس آنیون آن با آب باز قوی تری ایجاد میکنه. خب دلیل اینم میدونید که ما گفتیم کای اسید در کای باز میشه کای W. پس وقتی کای اسید کوچیک باشه کای باز بزرگ میشه، وقتی کای باز کوچیک باشه کای اسید بزرگ میشه. درسته؟ پس کای اسید و کای باز تو اینا با هم دیگه عکس هم عمل میکنن. خب کافی است برای این جلسه. انشالله موفق و مؤید باشید تا جلسه آینده که ادامه این مبحث رو بگم و فصل دوم انشالله تموم بشه. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.